بله. بله، بسم شیطان الرجیم. سلام علیکم. بله، بازم خودم هستم. تصور نکنین که این برنامه هم تموم میشه. همیشه مترصدیم و حاضریم که باز هم توی تلویزیون شما سبز بشیم با برنامه زباله احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی شما. خب، یک سوال تلفنی دیگر بشنویم ببینیم که چه سوالی فقهی مطرح کردن. آقا ما یه طرحی داریم که یه مبلغ مختصری تو بانک ملی دودره کنیم. برای جلوگیری از مشکلات بعدی میخوام یه بخش چرب و چیلی از این رو از حالا بدیم دست مقام معظم یا نایب برحقشون آقا مجتبی. شما میتونین رابطه ما باشین؟ یه راه جلو پامون بزنین. خیلی ممنون و متشکرم. ما هم ممنون و متشکریم، ولی سوال شما یک کمی ابهام داره و اون این که سوال پرسیدید که بدیم دست کسی. بدیم یعنی به عنوان سهم بدیم حالشو ببره، یا نه مقصودتون اینه که میخواید کولی هم بگیرید؟ این اشکال داره. حتما باید یک طراحی باشه، دقت فرمودید، و طراحی هم طراحی دقیق. پول میخواید دست کسی بدید و سود بگیرید، یه تماس با دفتر مرج تقلیدتون بگیرید. آقا شخصی هستم، شغلم اینه، من میخوام این مبلغو بدزدم و پول کلانم بگیرم، چه کار کنم؟ راهنمایی میکنن. این که سخت نیست که، مشکل نیست که. بله، اگه انسان پول رو به ولی فقیه واقعا سهم داده، این میفرمان اشکال نداره. برای شما اشکال نداره، برای او هم تازه مستحب، این یه عمل مستحبه. حالا یه چیز اضافه بهش میدید، این ثواب داره، اشکال نداره. خب انشالله که موفق باشید در همه جایی که یه چیزی برای شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. بله.